سلام به همه طرفدارای پرانرژی دنیای بدنسازی. امروز 18 مهر 404 و فقط کمتر از 48 ساعت دیگه تا بزرگترین رویداد سال باقی مونده. جایی که هادی چوپان و بهروز تابانی آمادن تا روی صحنه افسانه مستر المپیا بدرخشن. الان قراره با هم مهمترین رقیب‌ها و مدعی‌های این رقابت و نفسگیر رو زیر ذره‌بین ببریم. از نفر پنجم شروع می‌کنیم. یه بدنساز فوق‌العاده قدرتمند از نیجریه. این ورزشکار متولد 1985 میلادی و با قد 187 سانتی متریش روی صحنه حسابی چشم میگیره. اون علاقه خاصی به تمرین عضلات پا داره تا جایی که یه دوره 3 ماهه هر روز پا تمرین میکرد. از افتخارات درخشانش میشه به قهرمانی در آرنولد کلاسیک آماتور 2022، قهرمانی تگزاس پرو 2022، سومی آرنولد کلاسیک 2023 و هشتمی مستر المپیای 2022 اشاره کرد. او کسی نیست جز اندرو جکت. بریم سراغ نفر چهارم. یه اسم بزرگ، یه قدرت واقعی، هرکول ایرانی. متولد 1372 با قد 178 سانتی متر و اصالت آذری، امسال قرار استیج مستر المپیا رو بترکونه. بهروز تابانی با هتریک قهرمانی از سال 92 تا 95 کشوری خیلی زود خودش رو به دنیای حرفه‌ای معرفی کرد. سومی جوانان مکزیک 2014، قهرمانی آرنولد کلاسیک پروی آمریکای جنوبی 2024، دومی جهانی اسپانیا 2024 و قهرمانی ایتالیا از افتخارات درخشانشه. و حالا با گرفتن جواز مستر المپیا آماده است تا با تمام قدرت وارد صحنه بشه و استیج رو بلرزونه. بله، این بهروز تابانیه، هرکول ایرانی. و حالا میرسیم به نفر سوم، از ایندیانای آمریکا، با 32 سال سن و قد 167 سانتی متر. این ورزشکار قراره امسال روی استیج مستر المپیا بدرخشه. غذاهای مورد علاقه‌ش هم جوجه، ماهی و روغن نارگیله. حالا باید ببینیم به عنوان یه رقیب میتونه هادی رو بگیره و قهرمان شه یا هادی مثل یه ماهی از دستش سر میخوره و قهرمانی رو پس میگیره. از افتخاراتش میشه به قهرمانی NPC آمریکای 2016، دومی مستر المپیا در سالهای 2018 و 2019 و قهرمانی مستر المپیا در 2021 و 2023 اشاره کرد. بله، اون کسی نیست جز دریک لانسفورد. و اما نفر دوم، ملقب به شیر نیجریه، با 30 سال سن و قدی به بلندی 180 سانتی متر، یکی از سرسخت‌ترین رقیب‌های هادی به حساب میاد. بله، درست حد زدین. اون کسی نیست جز سامسون داودا. با افتخاراتی مثل دومی ماسل فست پرو رومانی 2021، قهرمانی آرنولد کلاسیک 2023 و قهرمانی مستر المپیا 2024 بدون شک امسال یکی از سرسخت‌ترین رقیب‌های رقابت محسوب میشه. خب، میرسیم به معرفی مهمترین و محبوبترین چهره دسته اوپن، ملقب به گرگ پارسی. با افتخاراتی همچون سومی مستر المپیا در سالهای 2019 و 2021، دومی 2023 و 2024 و قهرمانی پرشکوهش در 2022، بیشک سرسخت‌ترین حریف امسال برای همه رقباست. هادی به تازگی ویزاش درست شده و حالا خودش رو به مسابقه رسونده. هرچند زمان زیادی برای آماده سازی نداشته، اما هممون خوب میدونیم هادی قبلا هم نشون داده که حتی با زمان کم میتونه آپدیت‌های شگفت‌انگیز زیر نظر هانی رامبود داشته باشه، درست مثل سالهای قبل.